اینو ببینید یه رامین فن بعد از چرت و پرتایی که اون شب رامین رضاییان تو فوتبال برتر گفت چی میگه. و من از 12 شب دارم صحبت‌های رامین رضاییان رو گوش میدم، عشق میکنم با صحبتاش. یتیکشو گوش بدید. من کنار هوادار استقلال هر روز تمرین دارم عشق میکنم. آقا میساوی یه جوری به من عشق میکنم، یه جوری به من دوست داشتن برام تعریف کردن و این تیم الان من تعصبش رو میکشم با تمام وجودم. اول جواب خود رامینو بدم. یکی دو سال پیش هم میگفتی من تعصب پرسپولیس رو میکشم و خون من قرمزه. همه میدونم من خونم قرمزه، با قلبم پرسپولیس رو دوست دارم. کلا هر جا بهت پول بیشتر بدن تعصبشو میکشی. اسم این تعصب نی، اسم این لاشی‌بازی و پول پرستیه. زیادم خوشحال نباش که بهت عشق میدن و دوستت دارن. اینا به وحید گلیچ هم عشق میدن. میدونی چرا؟ چون باشگاهشون نه اسطوره داره نه پیشکسوت. ما هر کیو بهش میبینیم مثل وحید گلیچ میره میشه پیشکسوتشون. هر کیم که دو بار ورد میکنیم بیرون مثل خودت. کنار گذاشته شدم از باشگاه بزرگ پرسپولیس، حالا به میل خودم هم نبود. میشه اسطورهشون. ولی توی کیسه کش رامین فن، تو که دیده بودی رامین 2 سال پیش راجع به پرسپولیس چه حرفایی میزد. گوش کن یادت بیاد. همه بازیکن‌ها آرزوشون باید باشه که یه روز تو باشگاه بزرگ پرسپولیس بازی کنن. بدون هیچ پاچه‌خواری دارم میگم که پرسپولیس که بزرگترین باشگاه آسیا، همه هم میدونن. باز ما پرسپولیسیا اون موقع حق داشتیم فریب حرفاشو بخوریم چون این روی رامین رو ندیده بودیم. ولی تویی که دیدی تو 2 سال چی جوری رنگ عوض کرده. اون ناراحت کردن هوادار به چه قیمتی؟ اصلا دنیای پول بهم بدم. هیچ وقت این کارو نمی‌کنم تو زندگیم. من تو این دنیا قراره چقدر زندگی کنم؟ چرا این کارو نکنم؟ خدا بهم گفته دیگه وقتشه. و من این تصمیم رو با تمام وجودم گرفتم. پوشش ماها فکر بوده، سال‌ها این تو ذهن من مرور می‌شده. روزی که بخوام برگردم مطمئن باشید که با افتخار برای باشگاه بزرگ پرسپولیس بازی می‌کنم. این تموم شده دیگه. شرایط جوری نیست که من اون به تیم سابقم برگردم. چرا با این حرفای مزخرف چشات اکریلی شده و باورتون میشه اینقدر راحت گول می‌خوری؟ چقدر تو خوبی آقای رامین رضاییان، چقدر تو جنتلمنی. آره خوبه ولی پسر خوبی نیست. خوب پسریه. جنتلمنه. تو پاداش صبر و پاداش زجرای این چند ساله هوادار استقلالی. آره خدایی پاداش زجرایی که تو این 8 سال تو دربی‌ها کشیدید. چون همین رامین تونست که حسینیتونو با آمار 18 دربی بدون برد بالاخره بندازه بیرون. میخوام انقدر اینو بگید که همه استقلالی‌ها یه صدا توی استادیوم صدا بزنن. شاهزاده فوتبال رامین استقلالی. ولی خدایی با این لباسایی که میپوشه این شعار بیشتر بهش میاد. مادمازل فوتبال، ناناز استقلاله.